ما خودمان مردم گناهکار هستیم. حکومت 1 سال قطع کرد، 2 سال قطع کرد، 3 سال قطع کرد، خاموش بودیم. حکومت رفت قانون تنظیم کرد تا درون خانه‌های مردم را تفتیش میکند، به بهانه تنظیم دیگ و طبق مردم را خبر میگیرد، جریمه میکند، خاموش هستیم. و مردم را زندانی میکند، خاموش هستیم. مسجدها را میبندد، خاموش هستیم. حجاب مردم را از سرش میکند، خاموش هستیم. خب دیگر همه به لباس مردم، زندگی مردم را دخالت میکند، خاموش هستیم. خب حکومتی که مردمش اینگونه رفتار کند چیکار باید کند؟ به هم رقص و بازی مشغول است، به دزدیدن پولهای مردم مشغول است و هر چقدری که ما خاموش بیستیم همون قدر حکومت سوء استفاده خواهد کرد. اینا هیچ وقت با خود بابای دانه را آزاد نمیکنند. وظیفه مقدس ما و شما هست که جامعه شهروندی صدا بلند کند. یگان تشکیلات حمایت از حقوق انسان در تاجیکستان از بابای دانه حمایت نکرد. یگان ژورنالیستای وطنی از بابای دانه حمایت نکردند جز رادیو آزادی. بنابر همین فقط امید به خدا و به ما و شما مانده است عزیزان. یگان طلبات غیر قانونی نکرده ایستادیم. این حق ما هست. حق ما برای آزادی سخن، حق ما برای اینترنت، حق ما برای برق، حق ما برای کار در کشورمان، جای کار، معاش خوب، پنسیون خوب، اینا هم حق مردم هستند، وظیفه حکومت است. پس وقتی اون رسیده است همدیاران عزیز که در طلب کردن حق خود یکمی استوار باشیم، یکمی جسارت داشته باشیم و با نیروی خودمان باور داشته باشیم. نیروی مردم، نیروی ملت بزرگترین نیرو هست. حکومت تاجیکستان وقتی که مردم خاموش بود، هر کسی که تنقید میکرد حکومت را میبرد زندانی میکرد. اما چرا یک جوان ژورنالیست با نام پیر محمدزاده وقتی که درد دلش را گفت و با سخت‌ترین لفظ در چارچوب قانون اما روی راست به رحمانوف، به خانواده رحمانوف حقیقت حال را گفت. شما فکر میکنید که مگر حکومت تاجیکستان از این پیر محمدزاده ترسید که او را زندانی نکرد؟ نه، هیچگاه از ژورنالیست نترسید. دهها و صدها این گونه ژورنالیست و سیاستمدارهای از این برادر قوی‌تر را هم بردن زندان کرد و اصلا یگان میجهش خم نخورد. اما رحمانوف از ملت ترسید، از مردم ترسید. رحمانوف وقتی دید که نوار صحبت این جوان را، این برادر را بیشتر از 1,000,000 نفر تماشا کرد، صدها و شاید که نزدیک 1000 مراجعت ویدیویی و آدیویی از طرف مردم از داخل تاجیکستان، از خارج برای پشتیبانی این جوان صدا داد، رحمانوف از اون جوان نترسید، از مردم ترسید. و مثل که اون ژورنالیست پشتیبانی کردن، این انسان ما و شما باید پشتیبانی کنیم. خلاصه خطاب ما به تمام کسانی که اونها با چهره‌های آشکار برآمدن برآمد کردن، از این انسان آشکارا با برای حمایت کنیم. شما تصور کنین که اگر 10,000 نوار درباره این موی سفید ببراید، حکومت حتما پوزیسیون خودش را عوض میکنه. بازم این متحد بدن همون مردم برای ما و شما نشان میده. پس ببینین این انسان چرا این زندان شد، گناهش چی بود؟ برای همین خاطر من از همینجا خطاب میکنم برای تمام شهروندانی که اونها با چهره‌های آشکار برآمدن، از این انسان حمایت کنین. درباره این موی سفید بدن خودمون نشان بدیم. من نظرم این است و اکثر کارشناسان، اکثر سیاستمداران بر این نظر هستند که روز به روز مردم تاجیک، ملت تاجیک بیدار شده ایستاده است، نیروی ما بیشتر شده ایستاده است، مردم حق خود را طلب کرده ایستاده است، جسارت مردم بیشتر شده ایستاده است. اما مردم عزیز، شما در این بین چیکار باید کنید؟ کسانی که از من سوال میکنید، از دیگر برادران مبارز سوال میکنید که با ما بگوید که چیکار کنیم. من فکر میکنم که همون راهی که الان ملت آغاز کرده است، این را باید دوام داد. راهی آشکار گفتن، با صراحت، با جسارت از تمام مشکلی ها گفتن. برق ندارید اون را نوار بگیرید و بیرون به شبکه‌هایی که در این باره صحبت میکنن بفرستید. پلیس از حد خود بیرون رفت، قانون شکنی کرد، به خانه مردم زده در اومد، این را ثبت کنید بفرستید. یگان حکومتدار از شما پاره گرفت، از شما رشوه گرفت، از رئیس جماعت، رئیس محله، میلیسیونر، گایشنیک، وزیر، معلم، دکتر فرق ندارد. هر کسی از شما بیرون از قانون پول میگیرد، این را نوار بگیرید، ثبت کنید، دعوا کنید، به ما بفرستید. ما این را رسانه‌ای کنیم. ببینید چقدر تاثیر دارد. اگر این برادر خاموش میماند یا برادران دیگر مثل که ده‌ها صدها نفر دیگر رو زندان کردن، به همین طور این قضیه هم فراموش میشد. اما دیدید که نتیجه داده است. پس قدم اول ما برنامه را البته معین میکنیم، ولی قدم اول و خواهش من از شما عزیزان همین است، دوستایی که آماده هستید با ما برگردید تاجیکستان، قدم اول همین است که ویدیوهاتون، نواراتون ضبط کنید و به مرکز تاجیکستان بفرستید و این ویدیوهای شما در کانال من نشر می شود. و این کسایی که این توطئه را بالای بابای دانه و این موسفید 90 ساله روان کردن، خوب بدانند که ملت هنوز بیدار است و اونها نمیتوانند با این حرفای مزخرف، با این اتهامات‌های مزخرف موسفید 90 ساله را زندان کنند. هیچ گفتم دیگه هیچ مقدسات ندارم. تو اگر لایکا با 20,000 نرسید، میتینگ
فکر نکنید. اگر وقتی میخواهی که مردم ببرویند لایک همون روز من دیدم که 20,000 رسید، من امید باور دارم ماه نمیکشه دیگر رحمانو. لایکاتون بگذارید، پادیلیت سکنید، نشر کردن و انا ببینید که بعد وقتی که مردم بیدار شد، وقتی بیشتر مردم دید بیشتر مردم میفهمه، وقتی بیشتر مردم شنوید بیشتر بیدار میشود و آماده برای یعنی که مبارزه بردن طلب کردن حق حلال خودشون از رحمانوف میشوند. این مشورت رو کنیم. شما یک چند ماه دیگر با همین سرعت، با همون جسارتی که هست، این پشتیبانی خود را، کمک خود را از برادران مبارز ادامه بدهید، حرف دل خود را بیشتر بگوید، تا اینکه الان اگر تصور کنیم که مردم تاجیکستان 5% بیدار شد در همین 2-3 ماه گذشته، ما حداقل این سطح را با یک درصدی مثلا 15-20% مردم برسانیم که احساس کردیم که مردم واقعا بیدار شده ایستادن، مردم دیگر ظلم را طاقت ندارن، مردم جسور شده است، مردم از رشوه‌خوری و ظلم میلیتانیرها و معلم‌ها و وزیرها و دیگر مسئولان دولتی الکی بیزار شده است و این را آشکار کرده ایستاده است. در اون صورت میتوان با باوری تمام و با یک احساس مسئولیت درباره اقدام‌های جدی‌تر با مردم صحبت کرد. ان شاءالله که این مبارزه دست جمعانه ملی ما حتما به یک نتیجه زود خواهد رسید و ما و شما به یک وضعیت، به یک کشوری بهتر و سزاوارتر برای خودمان خواهیم رسید.